دست به تست اوزونه ما الان دست به اکسیژن ساز 20 لیتر رو گذاشتیم با مخزن هوا فیلترها و اینم حالا 20 لیتر اکسیژن جنریتورش که بعد از این میاد این اکسیژن داخل این دستگاه اوزون ساز و خروج این دستگاه میره وارد این یکی دستگاه اوزون ساز میشه. حالا ما میخوایم تست کنیم ببینیم هر کدوم از اینا مجموعه دو تا دستگاهمون با هم 14.2 میلی گرم بر نورمال متر مکعبه که حالا ما تستش میکنیم ببینیم الان هر دستگاهیمون چند گرم به ما میده. من الان یکی دستگاه خاموش میکنم تا ببینیم اون یکی دستگاه سفیده چند گرم داره به ما میده. اون دستگاه سفیده تقریبا 6 گرم نورمال متر مکعب بر ساعتی نورمال متر مکعب 6 گرم داره به ما 8 گرم داره تقریبا آره 9 گرمش تقریبا با اینه یه 5-6 گرمش با اون یکی دستگاه بشنش کنم. حالا من اینو دوباره روشن کنم دوباره عددش بالا و حالا اون یکی دستگاه رو خاموشش این دستگاه اوزون گاز رو اندازه‌گیری میکنه. اوزونایی که معمولا اندازه‌گیری میشه بیشتر دستگاه اوزونای آبیه. دستگاهی که بیشتر معمولا اوزون ساز استفاده میکنن از این دستگاه است که اینا اوزون حل شده در آب اندازه‌گیری میکنن ولی این دقیقاً اوزون خود دستگاه اندازه‌گیری این الان 9 گرم شد اون دستگاه سفیده الان 9 گرم و این دستگاه تولید میکنه 6 گرم تقریبا اون یکی 5-6 گرم. ما حالا دوباره اون دستگاه رو روشن این همون دوره سال رو خوده حالا اگه بیرونه اگه میخواهید پرورش کنید اون از پرورش کنید